سلام. موشکاف این شبا دنبال یه چیز قر و دبه‌ای میگرده که طلسم ولایت رو بهش تشبیه کنه، اما هر چقدر سرچ میزنه میبینه بابا طلسم این علی گدا تو درب و داغونی فقط شبیه خودشه. آخه مگه این ولی فقیه آبلنبوی نظام نبود که پس پریشبا اومد تو تیویریش از شیخ فری تعریف کرد دیگه، مگه نکرد؟ حالا گیرم واسه خفه کردن دلواپسا یه جفتکی هم به رئیس جمهورش زد. رابطه با آمریکا و هر گونه مذاکره ای در زمینه‌های گوناگون جز موارد خاص با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران حامل هیچ نفعی نیست. انسان عاقل دنبال نفعه، دنبال منفعت ملی است. کاری که برای ما منفعت نداره چرا انجام بدیم؟ ضرر هم البته داره. حالا شیخ فری زبون درازو ببینید که همین ایراد نیمبند علی گدارم تاب نیاورد و 2 روز بعد گاز دجالیت رو گرفت و چند تا درشت گذاشت تو کاسه سردجال نظام. کشوری به پیشرفت رسیده که از تجربه دیگران هیچ خجالت نمیکشیم که ما بگیم این تجربه رو از این کشور اروپایی یا از این کشور آسیایی یاد گرفتیم یا یاد خواهیم گرفت یا دانشجو میفرستیم که یاد بگیره. از پیغمبرمون ما باید بیاموزیم. در جنگ احزاب وقتی همه طرح‌ها مطرح شد، سلمان فارسی گفت یا رسول الله ما ایرانیان تجربه ای داریم، از خندق ما استفاده میکنیم. پیغمبر فکری کرد، مشورتی کرد، گفت پیشنهاد خوبی است. بیلها، کلنگها، ابزار، خود پیغمبر هم شروع کرد به کندن خندق. نگفت اول باید اون شاه ایران خسرو پرویز بیاد مدینه زانو بزنه، تواضع بکنه، اسلام رو بپذیره، همه بیان تواضع بکنن، همه تو همه ایران به نفع اسلام شعار بدن، اون وقت ما از علم و تجربه اونها استفاده میکنیم. نگفت رفتار اون شاه با ما خصمانه است یا خصمانه خواهد شد، هر چه میخواد بشه. علم که مرز نمیشناسه. من نمیدونم بعضیا اون چه به نام اسلام میگویند چگونه از کجا آوردند؟ از کجا آوردن؟ هیچی، مثل خودت از زیر عبای اون خمینی گور به گوری در آوردن. رفقا ملاحظه کردی؟ علی گدا میگه مذاکره ضرر داره، بعد این شیخک اعتدالی میاد با شامورتی بازی از دل همون مذاکرات واسه نظامش منفعت میکشه بیرون. یعنی علنا زیراب ولی فقیه رو چیکار میکنه؟ میزنه. بعدم دوباره کلید اعتدالشو میکنه تو قفل دلواپسا و هی میچرخونه. فکر میکنن که هر کسی حامی دولت شد خیلی چیز بدیه و اگر شد مخالف دولت خیلی شهامته. دولت چیزی نیست، دولت کسی نیست، دولت نماینده مردمه، هیچی نیست. دولت نماینده مردمه، هرچه افتخار داره مال مردمه. تمام عناوینی که امروز ما داریم، هر عنوان حقوقی که ما داریم مال مردمه. بنده حسن روحانی هستم، اما اگر رئیس جمهور ایران هستم این عنوان مال مردمه. مردم امانت به من دادن برای 4 سال، همین امانت مردمه. حالا میرسیم به سوال موشکافی برنامه امشب. آقا جریان چیه؟ چی شده که این شیخ فری اینجوری دم در آورده و کارش کشیده به ادبیات پاچگیری؟ ورقپاره فاشیستای مؤتلفه جوابو اینطوری داده.
برخی از همین جماعت خوشبین امید خود را از دست ندادند و میگویند موضوع مناقشه هسته‌ای در سفر آتی رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل میتواند در سطح سران دو کشور طرح و برای همیشه حل شود. آنها برای این امید خود حساب باز کردند. این یک خوشخیالی و در عین حال یک دام خطرناک است. پس حرف این یکی این بود که نقشه های کوسه و دنبش نقشه براب شده، واسه همین کشیده به اعصاب شیخ فری و اینجوری داد و هوا را انداخته. حالا ببینیم شربت مداری چی میگه. یک تحلیل همسوی دیگر هم در میان برخی محافل سیاسی مطرح است که علت اصلی تندی اخیر رئیس جمهور را برآورد او از نتیجه مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. بر اساس این تحلیل آقای روحانی به این نتیجه رسیده که مذاکرات به شکست انجامیده و به منتقدان پرخاش کرده است. بابا بریزید دور این خوزعبلاتو. این هارت و پورت شیخ فری از یه جای دیگه ای آب میخوره. مشکل تو وضعیت قاراش میشه نظامه، مشکل تو تناب تحریم و خرخر ولایته، مشکل تو انبار باروته. بله شیخ فری با این اولدروم بولدروما داره به همه خرموره های نظام میگه همگی غلاف کنید، نظام تو فریتوسه، راه فقط راه کوسه. حالا راه کوسه چیه؟ هیچی، سوراخ کردن قایق نظام و غرق دست جمعی. موشکار